سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تایید پیشنهاد انتقال آب از دریای کنر و کاسه بند دورنتو در نشست نوبتی کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی. جلوگیری از نکاح اجباری دو زن در ولسوالی مالستان غزنی. و سقوط یک طیاره کوچک هنگام تلاش برای نشستن اضطراری در مکزیکو. امروز شنبه 25 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. در نشست نوبتی کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی پیشنهاد انتقال آب از دریای کنر و کاسه بند دورنتو از مسیر بخش پایینی دشت کمبری قابل تایید دانسته شد. معاونت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که با انتقال آب از دریای کنر و بند دورنتو مشکل کمبود آب بسیاری از زمین‌های زراعتی در ولایت کنر حل خواهد شد. در این نشست همچنان پروژه بخش پنجم سرک حلقوی ولایت بادغیس به طول 25 کیلومتر مورد بحث قرار گرفت و به کمیته موظف وظیفه سپرده شد تا بررسی همه‌جانبه در این مورد را انجام دهد. مولوی سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات میگوید که محتسبین در ولایت غزنی از نکاح اجباری دو زن در ولسوالی مالستان این ولایت جلوگیری کردند. با گفته آقای خیبر، خانواده‌های این دو زن می‌خواستند بدون رضایت آنان را به گونه اجباری به عقد نکاح درآورند. دفتر رسانه‌ای مقام ولایت هرات میگوید که از مجموع 30 پروژه انکشافی پلان شده شاروالی ولسوالی انجیل در سال مالی جاری تا اکنون 24 پروژه در این ولسوالی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. این پروژه ها شامل تنویر شهری، سرکسازی، ساخت کانال، پلچک ها و برنامه‌های زیباسازی شهر می باشد. و در اخیر رسانه‌های بین‌المللی بلغ از مقام‌های مکزیکو گزارش داده که یک طیاره کوچک هنگام تلاش برای نشست اضطراری در این کشور سقوط کرده که در پی آن دست کم 7 تن کشته شدند. بر اساس گزارش این رویداد روز گذشته دوشنبه 15 دسامبر در یک منطقه صنعتی در غرب مکزیکو سیتی پایتخت این کشور رخ داده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.